خب کی باشه مایو را کرمید کردیم کفترو را دادیم اینجا نه تنها ما خود میتیم ها نه دخترش هم نان آورده است اینجا نان دادیست مایو کرمید اینجا کفتر چه ها بعضا وقتا فکر میکنی که در همین تاجیکستان آدم بدن ده همین مرد زندگی آدم و اثر باشد اینقدر مهربانی که یا میبینن من فکر کنم که ما و شما در این مهربانی ها نیست در تاجیکستان که یک لب باغ است. خلاصی وقتای بیکاری ما خالیگی ما هم خیلی میگذره نان و یگان چیزا باشه میمانم و وقتا در این نگاه میتی ها پرنده ها خلاص اینو از ما افتاده زندگیش خوبتره دارید تجربه موی را ببینن در درین دکش میزنن کلتک گرفته گودک میزنن میخرن میرن فربگی شهرنت که فربگی شونه خلاص وطن عزیز نمی هست زندگی بهترین زندگی را دارن میپرن پرواز میکنن استراحت میکنن و دیش میکنن میگردن چه خیلی کشوندم وقت خلا ما وقت خالگی یک میم همین را بگیم که آفاد میکنیم و از اون جمله چیز دیگه حیات نبروه نه حجت خونه هست شرط شرایط داخلش خوزه بلیت میشوان هر روز میگیرن تاجیکستان در داخل باغ یک شهروند میزک کرده بود زده بیچاره را از مردانگی برآوردن برای چی؟ گویا که حکومت گناه نداره حکومت نمیبری هم خیلی باغا دم خیلی بیو توالت بریمونی رها دمونی و غیر جاها دمونی همه مردم در کوچه نمیزن تو وقتی میزکش گیری همه گروه هم شود نمی هست همه زندگی حیوان ها و زندگی آدم ها زندگی سگ ها فربگی سگ عوض میده تاجیکستان گوسفندی مختلف فربه نیست یه از هموطن عزیز من راستی که از این چیزا پیشو در اینترنت نمیمونم نکنیش نمیمونم دیگه سلامت باشید مایه و کفترها و باغ است این طرف درونی باغ داو است و از اون جمله همسامالکر پارتمنتکر یا زنده باشه یکون کمبودی باشه یکون چیز دیگر را دیدن خواستین اگر در کامنت بنویسیم و حتما کوشش میکنیم که براتون نشان بدیم.